در حقیقت می رفته باشد. در حقیقت ما را ترک می کرده باشد. اگر ترک کند و به یک کنج دنیا رود هم یافته می آنم. من بعد به رفتن کسی احتیاج نیست. من هم گپ دارم، اما تنها وقتش را انتظار هستم. السلام. تو از کجا پیدا شدی پسرم؟ خدا رحمتی بیبی هم میگفتند که این مرجانا به انسان وقت میارند. سلامت باش. تشکر زیاد. چیکار کردی ایبو؟ تمامی قهوه خونه رو گرفته آورده ای؟ خیر، کمی هم باشد شکمی گرسنه رو اندکی گرم میکند. گفتگی بر این صبح خیر. ثروتت زیاد شود. سلامت باش. اما در استانبول همه چیز قیمت است. نه خود یک تا چای 5 لیره باشد. عجب و کباب چند پول باشد؟ اگر پول نداشته باشی من به تو پول میدیم. نه، تو چی میگی؟ من اومدی گپ رو گفتم. نوشی جان. و شما بعداً بر نمیگردید؟ من بعد در اینجا زندگی میکنید؟ نمیدونم ایبو. از راستی من چیزی رو نمیدونم. اول همین جراحی گذرد، بعد میبینی. اگر شما اینجا مونید من در حیاتم دوباره یتیم میشم. یعنی در ادنه تنها شما را داشتم. این طور نمیشود ایبو. ما در کجا باشیم تو هم همونجا میایی. تو در کجای باشیم ما اونجا میاییم. همه خیلی میگویی. دوستم کمی پس جراحی میشود، اما من اینجا چی گفته ایستادم؟ تو با من اعتبار نده. همه به یکدیگر اعتبار دهد. همه یکدیگر رو سخت به آغوش گیرند. آیا ما بخیر از یکدیگر کسی رو داریم؟ وقت هم نزدیک می شود. چایمون رو نوشیده باز به آنجا می رویم. قادر این آخرین صحبتش را از کجا پیدا کرد نفهمیدم. 2 روز است که به یک دیگر چیزی نگفتهشون نموند. مرا گوش کن. آیا تو میخوای که وی از قرارش دست کشد؟ من از کجا دانم اکا؟ همه اون رو به بیرون برآورد. کمال هم حیران شد. گوش کن. اگر هنگامی جراحی ناگهان به من چیزی شود، به تو چیزی نمی شود قادر. خیر مالش. فرض کن که از همان 3001 نفر منم. به یگون چیز نگاه نکرده گفتم رو کن. از مادر و خواهرم هرگز رو نگردان. آنها به تو احتیاج دارند. به من وعده دی. به من وعده دی. به من وعده دی.
وعده میدهم. با اجازت شما جناب کمال، این جوان رو باید خوابانیم. مرحمت. او چی گفت؟ خیر، پدر و پسر صحبت کردیم. حالا نداره است. لباس بس کرده استاده است. بهتر می‌داره. من نزد مرد میروم. میتوانید دارید. گیره نکنید مادر. به احوالی من گیره میکنید؟ بینید مرا به میکی ماوس مانند کرده. من که تو رو در این احوال دیدم. اینجا بیا، اینجا بیا، اینجا بیا خواهر جانم. وقتی به شما داده به انجام رسید. گانی جوان دراز کش. پسرم، من در همین جایم تو رو انتظارم. عزیزم، جان